تشکر زیاد اینومیدین و بیاید اکنون توجه کنیم با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. بینندگان گرامی یادآور میشم که تنتنه اساسی فستیوال روز جهانی فوتبال محض در همین میدان صورت میگیرد، در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه و آنجا همکاران ما قرار دارند، از جمله استاد علایالدین بوریف در رفت چورابینی مذکور اشتراک میکنند و حالا اگر امکان باشد ما در رابطه مستقیم با استاد میخواهیم برایم و فکر نظر ایشان را در آن محیطی که در ورزشگاه هست و آمادگی هایی که صورت گرفتن فهمیده باشیم. السلام علیکم استاد، خوب ما رو میشنوید و فکر نظر خود را درباره محیطی که در ورزشگاه هست و آمادگی های آخرین برای اشتراک در این تنتنه بزرگ برای ما پیشنهاد میکردید. درود دوستان گرامی، شادی نشاد یارتون بود. پرویز و اینومیدین آن چیزایی که شما حالا گفتید من شنیدم. امروز در حقیقت 25 می است و روز جهانی فوتبال. آیا ما فکر میکردیم که روز جهانی فوتبال یک روز به سر ما میآید و ما این رو تنتنه میکنیم؟ چون شما درباره فضا گفتید، از اون خاطر من این گپ رو گفته بودم که یک وضعیت نهایت زیبا، چهره‌های زیبای این نورسانی که اینجا در ورزشگاه هستند و حالا لحظه از نزد شما برابر شروع شدنش خود را خواهند نشان داد. ما میبینیم که چهره‌های شادی، چهره‌های درخشان، چهره‌هایی که در حقیقت پر از امید و آرزوها هست. گمان میکنم که اینجا دوستان گرامی در حقیقت پیدا شدن روز جهانی فوتبال البته تشبث پرزیدنت محترم هم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و هم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است و خیلی خوش هم شد. تا حالا قرنها فوتبال ادامه دارد، قرنها ما فوتبال را میبینیم، گردی تلویزیون‌ها جمع میشویم، در میدان‌ها بازی میکنیم، دسته‌های منتخب رو تماشا میکنیم و با وجه میایم، اما روز فوتبال نبود. اما روز فوتبال امروز پیدا شد و اساسگذار آن البته پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی هستند و ما از اون کس هم میندوق شدیم. من بعد سالها میگذرند، قرنها میگذرند و این 25 می در حقیقت هم تو روز فوتبال در تمام جهان جشن گرفته می شود و بیهوده نیست که اونهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، اون کشورهایی که هستند امروز برابر ما اونها هم اینجا روز فوتبال رو جشن میگیرند. برای چی روز فوتبال؟ حالا سوال رو از آغاز شروع کردم. برای چی ما روز فوتبال رو جهانی کردیم و پیشنهاد هم نمودیم؟ پیش از همه سال 2024 برای دسته های منتخب تاجیکستان بسیار یک سالی با فیض هستند، هرچند 5 ماه پس سر می شود، اما ببینید که هنرنمایی دسته منتخب تاجیکستان در بازی های جام آسیا 2023 در قطر خودش به همین زمینه گذاشت. پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی به قطر آمدند، آنجا با فوتبال بازان صحبت داشتند و شاید یکی از زمینه های اساسی پیدا شدن روز فوتبال یا که تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان از همونجا شروع شده باشد و پس از اون ببینید که در جام آسیا در فوتزال هم از اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 4 دسته از 5 دسته، اینجا تنها تایلند رو ما به نظر نمیگیریم، همش به جام جهان می رود. این چی رو نشون میدهد؟ این نشون میدهد که فوتبال در آسیای مرکزی در تاجیکستان عزیز ما خیلی رشد کرده است. بعد از این ما تشبثخوار خیلی خوب هم هستیم در بین کشورهای دنیا، ما همچون تشبثخوار بهترین هستیم. اگر در یاد داشته باشد از سال 2003 از اون زمانی که اساسگذار صلح وحدت ملی جناب عالی امامعلی رحمان آبی تازه رو در عمل تطبیق کردند و ما الکی با همین الکی شروع کردیم و چندین لایحه و تشبث‌های دیگری ما هم امروز در سازمان ملل متحد دستگیری یافته است و امروز در جهان اون رو میپسندند. چیزی دیگری که میخوام بگویم، بله، در وطنی که آزادی، در وطنی که آرامی، در وطنی که ترقی نهایت با سرعت ادامه دارد، همین گونه جشن‌ها باز زیاد میشوند، اما ما این جشن‌ها رو به دیگرها هم تحویل میدیم، یعنی بار میکنیم که آنها هم مثل ما روز
فوتبال رو جشن گیرند. اینجا امروز همچنین مهرگان فوتبال یا خود فستیوال فوتبال گذرانیده می شود. اینجا هم تقریبا ورزشگاه 20,000 نفره مرکزی آهسته آهسته پر می شود. حالا وقت هست و این جوانانی که اینجا نورسان، اونایی که به فوتبال مشغول هستند، اونایی که فوتبال رو دوست می‌دارند، حالا اینجا باز با نمایش‌های خود خاطر مخلصان رو شاد میکنند. اگر چیزی نگفته باشم من انتظار سوال شما هستم. دوستان و تنها یک سوالی خورد در آخر میخواستم از شما پرسیده باشم، از میان مهمانانی که دعوت شدن به این چهاربینی به این فستیوال، طوری ما میدونیم بسیار فوتبالبازان معروف و موفق گذشته دعوت شدن و من میخواستم شما گفته باشید که چهره اساسی، ستاره اساسی فوتبال دنیایی که به این فستیوال تشریف آورد، درباره او هم کمی معلومات میدادید. درست میگید. حالا از این لحظه که شما این سوال رو به من دادید، من اینجا میبینم جون اوبی میکل، بازیگری شهرتیار دسته منتخب نیجریه که در حیاط این دسته 90 وخوری گذرانیده است و 6 گل هم زده است. بازیگری دسته چلسی است. باز در دیگر دسته ها هم بازی کرده است و سال 2021 هنرنمایی خود را در دسته کویت، دولت کویت در آسیا یعنی جنبش کرده است. او مطمئن هستم که او یک مرتبه جام قاره افریقا رو سال 2013 به دست آورد. 3 مرتبه دیگر دسته منتخب نیجریه در این بازی ها سزاوار مقام سوم بود. ولی از همه مهمش آن است که مهمان عالی قدر امروزه ما در جشن یعنی روز جهانی فوتبال محض اوبی میکل است که در بازی های المپی ریو دی ژانیرو صاحب مدال های برنجی شده است. از این دستاورد بزرگ هم نیست. من گفته میتونم که همه آرزو دارد که مدال های المپی داشته باشد، اما این فوتبالیستی که حالا تحت رقم 10 اونجا ایستاده است با همه دستفشاری میکند، با اونها یعنی یک با طبع بلند صحبت میکند. حالا باز در رفتی آغاز شدن این تنتنه بزرگ و جشنی روز بین المللی و جهانی فوتبال او چیزی خواهد گفت که شما هم خواهید شنید. البته ما افتخار میکنیم که همین تشبس‌های ما تاجیکستان رو باز هم بالا میبرد و شهرتمون باز زیادتر میشود. او با فستیوال اساسی که در شهر دوشنبه جریان دارد، بعد از چند لحظه مراسم تقدیم تحفه ها و مخصوصا توپ ها به نورسان و کودکان آغاز می شود و اینک ما و شما شاهد یکی از لحظه های تاریخی فستیوال امروزه شده ایستاده ایم. بله، واقعا چطوری که بالاتر قید کردید پرویز، سخنرانی محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و تشریف آوردن جون اوبی میکل بشبه تاثیر خوبی خود رو به روحیه هر یک نورس میرساند و آنهایی که مخصوصا این حال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قرار دارند نزدیک 600 نفر نورسان که تحفه های خود را قبول میکنند و واخوری با پرزیدنت فدراسیون فوتبال با دیگر نمایندگان و مخصوصا با بازیگری خوب مشهوری سیاره که قبلا حتی او برنده لیگ چمپیون‌های اروپا بود در هیئت دسته چلسی و چطوری که دیگر جایزه های او با هیئت نیجریه قید گردید، فکر میکنم تاثیر خیلی خوبی خود رو خواهد رساند. لحظه‌های خاطرماندترین برای این نورسانی که در ورزشگاه قرار دارند فکر میکنم در طول حیاتشان تا امروز از همین روزها است، همین لحظه ها است و اگر آنها در آینده فوتبال بازانی معروف شوند، اگر در آینده مثلا کارنامه خود رو در سطح بسیار خوب گذرانند، البته که از این روزها دیگر روزهای خاطرماندتر رو میگذرانند، ولی اگر روحی ورزش رو یعنی روحی فوتبال رو اگر پیش همکی نکنند، این روز تا ابد در خاطر آنها نقش خواهد بست. همچون اولین جشنگیری خوب روز جهانی فوتبال، همچون بخوری با پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بخوری با جون اوبی میکل، یکی از خوب ستاره های درخشان فوتبال در خوب سالهای 2006 تا 2012. بله، البته بعدا کارنامه او در باشگاه دیگر هم بسیار خوب دوام کرد. در چلسی غیر از آن جایزه‌ای که شما بالاتر اشاره کردید، قهرمان کلی انگلیا، جام انگلیا، سوپر جام انگلیا و همزمان با این قهرمان لیگ اروپا هم شده بود و در قطار این کودکان و نورسان طور ما و شما می‌بینیم فوتبالبازان دسته منتخب فوتزال کشور هم قرار دارند. قهرمانان فوتزال کشورمون که همگی چند مدت پیشتر از این در کشور تایلند توانستند تاریخ سازی کنند و بار اول در تاریخ فوتزال میهن مصاحبه رخت به مرحله نهایی چمپیونات جهان در این رشته فوتبال شده و واقعا این دستاورد رو باید از این جهت
باز هم تعریف توصیف نماییم که این دستاورد طور ما و شما میدونیم اولین دستاوردی دستاوی برای فوتبال تاجیک به حساب می رود. خب اینجا یک هنرنمایی و به اصطلاح همون یک شوی فوتبالی زیبا از طرف پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت که سابق فوتبالباز کسبی هستند و جان اوبی میکل و نورسانی که در نزد آنها بودند به نمایش گذاشته شد. من باور دارم که اگر مثلا سر و لباس رسمی در بدنی والا محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان می بود و همچون یک ورزشگر به میدان می آمد، از جان اوبی میکل کمی نداشتند در آن حالت در هنرنمایی. و خب اینجا البته با هم صحبت میکنند و فکر میکنم که حرفهای روح بخش و روح بلند کننده برای نورسان گفته می شود حتما. بله، واقعا هم طور شما بالاتر اشاره کردید. من از خودی فوتبالبازی کسبی بودن محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم همالی درک از اون می‌دهد که چگونه توجه به این رشته ورزش در کشور عزیزمون به نهایت زیاد است و ما از همین توجه باعث بر آن گردیده است تا سال به سال رشد فوتبال در تاجیکستان به طور بی‌سابقه به نظر رسد و برای همگان هم البته پوشیدن است که فوتبال از دوره قبلی یعنی از دوره پیدایش خود وقتی مرحله‌های گوناگون رو طی کرد تو امروز ورزش رقم یکی سیاره باقی میماند. آن احساسات، آن نیرویی که فوتبال به تمام گویم ساکنان سیاره میبخشد در دیگر رشته‌های ورزش ما نظیرش رو نمیبینیم. بله و حالا من یک چیز دیگر رو میخواهم اشاره کنم. فکر میکنم این روز رو جان اوبی میکل نیز هرگز فراموش نخواهد کرد با این محبتی که با ورزش دارن با فوتبال دارن نورسانی ما و با اون نشان میدهند و آیسته آیسته اکنون شروع میشود نمایش خصوصا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و میبینیم که نورسان چگونه اون برنامه‌هایی که معین است آنها رو باید که اجرا کنند و خب نمایش خاصی رو برای ما و شما و برای آنهایی که بیرون از تاجیکستان از طریق شبکه ما تماشا میکنند این گزارش رو خب پیشنهاد کنند و به نمایش گذارند. بله و باید بگویم که برای این نورسان و کودکان هم مشغول شدن به ورزش شاید از همین لحظه ها آغاز میگردد. بله. مشغول شدن به فوتبال و قدم های اولین خود را با این مهر و صمیمیت و محبت و شکوه شامتی که امروز داشت رفتی مسابقه مذکور اونها میتوانند به رشته فوتبال داشته باشند. از این بابت من فکر دارم کم در کم نورسان در میان آنها شاید پیدا می شوند که از فوتبال گویم دیل کنند، ولی اکثریت آنها مطمئن هستیم که حتما محبت خاصی بر ورزش رقم یکی سیاره خواهند داشت. خب یکی از برنامه‌های دیگری که حالا در رابطه با روز جهانی فوتبال در رابطه با این جشن و خب چهاربینی‌هایی که برگزار شدند وابسته به روز جهانی فوتبال از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه‌اندازی شده ایستاده است و در نقشه ها است این است که از بین این نورسان از بین این نفرانی که حالا جلب شدند بهترین ها انتخاب گردند و بواسطه با تمرین ها جلب کرده شوند. شاید در آینده از میان آنها که اگر برای مثال اگر بگیم پیشتر مثلا در دیگر کشورها بازیگران بالایوقت را از کوچه ها جستجو میکردند و حالا با این راه آنها را یعنی نورسان بالایوقت را اول جلب میکنند با چنین چهاربینی ها و از میان آنها بهترین ها برای تمرین ها و شاید در آینده همچون یک فوتبالباز موفق و یک ستاره درخشانی عالم فوتبال تاجیک تربیت میشوند و این یکی از زمینه‌های بسیار خوب است در برابر آن مکتب‌ها در برابر آن اکادمی‌هایی که طی سال‌های اخیر در حال بسیار رشد هستند و در حال بسیار در راه درست بسیار عمل کرده ایستادند و فکر می‌کنم که شایسته تحسین است این برنامه‌ای که از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان گرفته شده است برای تربیت نورسان در راه فوتبال. خب تشکر زیاد میگویم به مسئولینی که چهاربینی ها رو راه اندازی کردند و در عموم همکاران ما که از دیگر منطقه و از دیگر شهر و ناحیه ها البته با ما در تماس بودند و از برگزاری فستیوال ها برای ما و شما معلومات ها دادند و آهسته آهسته ما با پایان برنامه میرسیم. پرویز محمد امین و اینامیدین احمدزاد با جمع همکارانی تکنیکی همان در خدمت شما بودیم تا برنامه های دیگر. خیر امروز از طریق تلویزیون ورزش رفتی چهاربینی ها رو در دیگر منطقه ها نیز پیگیری کنید. خیر.